چون عیسی مسیح رسید به عبادت پرداخت. به هدایت روح القدس از اردن برگشت و روح او را به بیابان راهی کرد. در بیابان 40 روز ابلیس او را بیازمود. در این مدت چیزی نخورد. و ابلیس بگفتش: اگر تو پسر خدا باشی این سنگ را بگو نان شود. نوشتند آدمی نه به نان زنده است بلکه به کلام یزدانی. و آنگاه ابلیس بالای کوهش ببرد و در وهله همه اقلیم جهان را منظورش کرد. بر همه کشورها تو را پادشاهی بدهم، چون که همه اقلیم دنیا مال من است و به هر کی بخواهم ببخشم. همه از آن تو خواهد شد اگر به من سجده کنی. نوشتند که به خداوند خود سجده بکن و تنها به او عبادت نما. آنگاه ابلیس او را به اورشلیم ببرد و به گنبد معبد قرار دادش. اگر پسری خدا باشی خود را از آنجا به زیر بینداز که نوشتند خداوند به فرزندانش فرموده که نگهبانت باشد، تو را سری دست ببرند تا سرت به سنگ نخورد. نوشتند خداوند خویش را آزمودن نشاید.